درود میگم با بیننده عزیز رادیو آزادی. شعله گلخوجه هستم. این نوبت در روبروی شما و تشکر میگم که مورد تماشا دارید و امیدوارم که روزهای استراحتی خود را خوب و خوش پشت سر میکنید و آماده اید که چند دقیقه خود را برای شنیدن خبرهای مهم از تاجیکستان صرف کنید. و من شروع میکنم از اون که به دنبال یک گزارش رادیو آزادی، دوستانی شهر بختر به تحقیق ادعاها درباره لطوکوب شدن فضلین سفرов، یک زندانی محکوم به حبس ابد شروع کرده است. آنها به خویشاوندان فضلین سفرов که با گناه قتل زن زندانی شده است وعده دادند که تا کجا واقعی بودن گفته‌های او درباره لطوکوب را معلوم میکنند. یک مسئول دوستانی بختر روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت بعد نشر خبر لطوکوب محبوس در وبسایت رادیو آزادی دو مفتش برای تحقیق درستی ادعاهای سفر وظیفه دار شدند. مصاحبه رادیو آزادی گفت که مفتشون بعد ملاقات با این زندانی مادر و خواهر و دخترش را دعوت کرده درباره وضع سلامتی او خبر دادند. عین زمان به قول نماینده دوستانی هیچ داغی در چهره او دیدن نمیشد، آثار لطوکوب به مشاهده نرسیده است و برای ثابت نمودن این حرفها عکس‌های هم نشان دادند. خویشاوندان فضلین میگویند پاسبانان زندان از آن وقت او را به قبل چپ گرفتند که او 5 سال پیش ضمن بازدید نمایندگان سازمان ملل از زندان بختر با آنها درباره شرایط بد زندان و بدرفتاری با محبوسان شکایت کرده است. مفتشان دوستانی در زندان با فضلین سفرov صحبت کرده و از او درباره اذیت و شکنجه شدنش پرسیدند، ولی به قبل نماینده دوستانی وی لطوکوب شدنش را رد کرده است و چند دانه عکس نوی خود را هم به نزدیکانش نشان داده است. دخترش سمیه سفر و روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت مفتشان دوستانی با آنها گفتند که پدرش صحت و سلامت است و کسی او را آزار نمیدهد، ولی او میگوید اگر پدرش صحت و سلامت باشد چرا یک بار اجازه نمیدهند که او را ببیند. به قول سمیه سفر و در دوستانی کل با آنها وعده دادند که در تحقیق قضیه مساعدت میکنند. ضمناً باید گفت که فضلین سفرov که حالا همگی 49 سال دارد، سال 2005 با گناه قتل یک زن راننده تاکسی به زندان یک عمر محکوم شده است. مادرش میگوید پسرش را زیر شکنجه مجبور کردند که او اتهام را اعتراف کند، ولی مفتشان میگویند که دلیل‌های ثابت دارند که فضل‌الدین جنایت را واقعا هم صادر کرده است. و بازم در ولایت ختلان میمونیم. در آنجا آژانسی ضد فساد تاجیکستان سردار خدمات حفظ مهنتی دانشگاه دولتی بختر را به نام ناصر خسرو است با اتهام فسادکاری بازداشت کرده است. مقامات آژانسی میگویند رحمت الله حلیمov از نزدیکان یک داوطلب رشوه طلب کرده است و رحمت الله حلیمov برای به کورس سوم داخل نمودن یک نفر از نزدیکانش $1,500 خواسته است. منبع افزود حلیمov در 3 نوبت از نزدیکان این داوطلب 10,800 سومانی گرفته، باز 3,000 سومانی دیگر را نیز طلب نموده است. به اطلاع آژانسی ضد فساد این مسئول دانشگاه دولتی بختر هنگام گرفتن رشوه در داخل ماشینش بازداشت شده است. علیه رحمت الله حلیمov با اتهام قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده جنایتی باز شده است. در حالت اثبات شدن جرم به حلیمov از 73,000 سومانی جریمه یا تا 12 سال زندان تهدید میکند. این خبر در حال رسانه‌ای می شود که به همین زودی ها موسم داخل شوی به مکاتب عالی تاجیکستان هم شروع می شود. و موضوع دیگری ما موضوعی که مسئله معارف را ادامه می دهد. نمایندگان جامعه شهروندی و یک گروه وکیلان دفاع از پارلمان تاجیکستان تقاضا کردند تا قرار وزارت معارف را در مورد سفر آموزگاران و دانشجویان به خارج بررسی کند. مؤلفان این درخواست میگویند ارزی خود را از بالای قرار وزارت معارف به دوستانی سپردند و حالا منتظرند که پارلمان با درخواست آنها چی میگوید. طبق دستور نوی وزارت معارف و علم از این به بعد آموزگاران و دانشجویان، محققان و پروفسوران تاجیک حق ندارند به اجازت مقامات به سفر خدمتی و یا تحصیل به خارج بروند. درخواست نمایندگان جامعه شهروندی از پارلمان روز 5 ایول سپرده شده است و زیر این نامه بیش از 40 نمایندگان سازمان‌های جمعیتی و وکیلان دفاع از جمله مرکز حقوق انسان، مرکز مستقل هیئت به حفظ حقوق انسان، شهروند حقوق و بهبودی و دیگران امضا گذاشتند. ظاهراً نمایندگان جامعه شهروندی زیاد تلاش دارند تا تصمیم وزارت معارف درباره محدود کردن سفر آموزگاران و محصلین به خارج بکار کرده شود، چون به قول فعالان حقوق بشر در تاجیکستان این قرار با کنستیتوسیه و سندهای بین‌المللی مخالفت دارد. از جمله به قول فعالان جامعه شهروندی در قرار وزارت معارف طلبات یک قطار معیارهای قانونگذاری ملی از جمله ماده 24 کنستیتوسیه تاجیکستان نقض شده است. این ماده مقرر می‌کند که شهروند به مسافرت، انتخاب آزاد محل زیست، طریق
جمهوری و بازگشت به آن حقوق دارد. این چنین نمایندگان جامعه شهروندی ادعا دارند که قرار وزارت معارف مخالف به مقررات‌های اعلامیه عمومی حقوق بشر و پیمان بین‌المللی عاید به حقوق فطری و سیاسی می باشد. واکنش مقامات وزارت معارف و علم در این رابطه هنوز معلوم نیست و در صورت چیزی که آنها بگویند ما برای شما آن را حتما خواهیم رساند. و یک موضوع دیگر این است که ساختن نخستین هیکل اسماعیل سومونی همچون پایه‌گذاری اولین دولت تاجیکان در دوشنبه 18 سال و از نصب پرچم 165 متری در پایتخت کشور 7 سال گذشت، اما ظاهرا در شهر و ناحیه‌ها نصب پرچم و ساختن هیکل تازه به عنعنه و یا مسابقه تبدیل یافته است. اکثر هیکل‌های اسماعیل سومونی و پرچم‌های دراز در شهر و نواحی قبل از سفر پرزیدنت ساخته می‌شوند و آنها را رسما پرزیدنت تاجیکستان باز می‌کند. امام علی رحمان هفته گذشته مثلا ضمن سفرش به شهر کنی بودم از پرچم دولتی و هیکل اسماعیل سومونی پرده برداشت. ستون پرچم 43 متر بلندی و متای پرچم 7 متر پهنایی و 14 متر درازی دارد. هیکل اسماعیل سومونی 75 متر بلندی دارد. هیکل سومونی کنی بودم از هیکل سومونی در مومین آباد که سال گذشته به استفاده داده شد نیم متر بلندتر بوده است. برای ساختن پرچم و هیکل سومونی در کنی بودم 8 میلیون سومونی صرف کردند که 1 میلیون بیشتر از هیکل سومونی در مومین آباد است. اسماعیل سومونی در مومین آباد سوار اسب است، اما در شهر کنی بودم اسب ندارد. برای ساختن هیکل اسماعیل سومونی و پرچم مقامات محلی از وزارت فرهنگ اجازه میگیرند. این هیکل ها بعد به استفاده داده شدن در اختیار شعبه های فرهنگی شهر و ناحیه ها همچون اشیاء تاریخی قرار میگیرد. تحلیلگران تاجیک میگویند با ساختن هیکل اسماعیل سومونی و پرچم دراز رهبران شهر و نواحی خود را پیرو از پرزیدنت کشور عنوان میکنند و به این وسیله خود را پیش نفر اول کشور شیرین میکنند. ضمناً به گفته آنها ساختن هیکل و پرچم اندیشه بازمانده از زمان شوروی است. تشکر که ما را این چند دقیقه همراهی کردید. شعله گلخوجه بودم در خدمت شما و روزی خوب داشته باشید.